کرده خیلی وقت پیش. اون موقعی که من میخواستم از این متن خام یه جزوه و یه داکیومنت تهیه کنم که هر بار اومد پس و یادم رفت اومدم خوندمش، باز هر چی تا الان خونده بودم بیاد تو مغزم و یه جورایی بتونم با این داکیومنت یه ریویوی خوبی از اون متن داشته باشم. سلام، من مانیم، برنامه نویس هوش مصنوعی و نرم افزار از نکسفورد و امروز اومدم این ابزار خفن رو بهتون نشون بدم. خب من چند وقت پیش اومدم یه دونه مفهوم جدید رو توی هوش مصنوعی یاد گرفتم، فاین تیون کردن. خب من مشکلاتی که داشتم این بود که مفهوم جدیدی بود، داکیومنت و مطالب خوب و بروزی توی اینترنت نبود. حالا یه چند جا بود که انگار یه متن انگلیسی بود که فقط ترجمه شده بود به فارسی و اصطلاحاتش همه اینا به هم ریخته بود. من اومدم چنین ابزاری، ای بابا اومدم تو جنگ و ادمینش جنریت کردم که بیاد با یه متن خام یه داکیومنت خیلی تر و تمیز درست کنه که نتونیم ما تشخیص بدیم که اینو یه دونه هیومن، یه دونه انسان درست کرده نوشته یا یه دونه هوش مصنوعی. خب اینجا هم میبینیم یه لیستی از داکیومنت هایی حالا قبلا تست کردم تو اکانت خودم، توی لینکدین خودم هستش. خب ما میایم اینجا متنی که میخوایم رو وارد میکنیم، اسمشو میزنیم و منتظر میشیم که درست کنه که خود این ابزار با فرانتند که حالا HTML CSS و جاوا اسکریپت هستش، حالا کار ندارم. بک اندش هم که با جنگالا که حالا جنگو ادمینش هم که دیدین کار ندارم، ولی خودش مستقیما داره از اوپن ای آی API میگیره و مدلی که اینجا هستش برای اوپن ای آی که حالا بقیه داکیومنت ها هم ببینیم. خب امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشیم و منتظر کار دیگه از نکست فورج باشین. See you next time.